چه حکمتی است در این مردن، در عاشقانه ترین مردن، و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن. چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است. ببر به نام خداوندت که لطف خنجر ابراهیم به تیز بودن احکام است. نبخش مرتکبانت را، تو حکم واجب الاجرایی و عشق جوخه اعدام است. به دست آه بسوزانم که شعله ور شدنم دود است، کفن به سرفه بپوشانم که سر به سر دهنم دود است. غمت غلیظ‌ترین کام است و نخ به نخ دهنم دود است. غمت غلیظ‌ترین کام است، نگاه من به سرانجام است. عشق یه نیروی دوگانه است به نظرم، یعنی در این حال که بسیار شکوه بخش و شکوهمنده، ویرانگر هم هست. شاید اصلا هیچ گریزی از نابودی در عشق وجود نداشته باشه، ولی همین نابودی میتونه اوج تجربه انسانی باشه. شاید به نوعی دیدن، سوختن و پذیرفتن سرانجام. باران نیکراه یکی از نوابغه‌های زبان پارسی است.